بی خود نگفتم ایمان عزیزی دلم. خدا نکشتت احمد. مهمون قطعی بود ما رو آوردی. ما قرار بود بریم پیش مقام عظما شعر بخونیم، نفهمیدیم چی شد، خوردیم به پست تو. یه بیت بخون از همون شعر، یه چیزی رو به من نمیدونم، مصرع، یه بیت، هر چی دوست داری. یه مصرع، 2 تا بیت دارم برای مقام عظما. میگه من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام، حرفای با ادبیمو بذارم برا فردام. اگه دوست داری یه روزی بشه اوضاع خوش به حالت، بگو تا برات بیارم یه دونه سنگ دیریم رام. دیگه اینجا شو مجبورم سانسور کنم دیگه. باریکالله. حالا این سوال خیلی حساس، اینو میخوام دوستان بشنون. چقدر خودسانسوری؟ در درون چقدر اصلا خودسانسوری میکنی؟ اینجوری نکن آقا. حالا من خودسانسوری رو سپردم به بچه‌های وزارت ارشاد. ما بجری‌ها بیشتر تو کار خودشیرینی و این چیز میزا هست. خب چرا اصلا به دنیای هنر پا گذاشتی؟ از وقتی که هنر رو مقام عظما پا گذاشت، ما از خود آقا اذن دخول خواستیم. گفتم عظما پا بذارم، گفت با پای چپ 2 گام پیش، که ما هم وارد دنیای هنر ولایی شدیم. یک کلماتی رو میگم، حس خود رو در یک کلمه بیان کن. آش بلعور. آش بلعور؟ وضعیت نظام تو این روزا مثل آش بلعور میمونه. گلمنگلی. شریف رحیم مشایی. خیلی داره، خیلی رنگی قشنگ. تقلید. مرجع تقلید کل مسلمین مقیم خارج کشور، مقام عظمای ولایت دامتشو چیز هسته ای. 200 تومن بسته، حق مسلم ماست. برای رسیدن به هدفت چه کار میکنی؟ تلاش میکنی، سماکت میکنی، اصرار میکنی، خواهش میکنی، حمله میکنی، دفاع میکنی؟ هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنم. یه کارت بسیج میگیرم، همه اینا از حمله و همه چیز توشه. به هر چی هم بخوام میرسم. کارت بسیج در خدمت خانواده ها. اگر مجری صندلی داغ دوست داشتی کی مهمانت بود و یه سوالی که ازش میخواستی بکنی چی بود؟ حالا یه کسی که خودت دوست داری بشینی و باش حال کنی. حالا فقط منظور این نیست که بکشی به این که چی بگه چی نگه، منظورم بشین بابا حال کنیم بکشیم نفله. حالا من حتما باید اسم این سیدعلی رو بیارم توی این برنامه. جمع کن سال کشکی رو. اگه مردی خودت بیا بشو مهمون، ببین دین تو در میارم یا نه. قربونت برم، به جایگاه خودت خوش اومد. خب حالا شد الان حالتو میگیرم. تا حالا این همه سال تو تلویزیون نظام سوسه اومدی، قرائتوار اومدی، سرجم چقدر عایدت شده تا حالا؟ نمیدونم جانتو، نمیدونم، خدا شاهده نمیدونم. ای عجب ناکسی هستی تو. لااقل بگو تو کدوم برنامه بیشتر از همه فیلم بازی کردی تیغیدی؟ 2-3 تاش هست چون خیلی حسیه بعضیش. یکیش مال این آقای سید کاظم روغن، سید جلال روغنی بود. همون که آبغوره گرفتی. بذار یه تیکشو با هم دیگه ببینیم. آقا یه تیکشو ببینیم. در کجا گفتی مجروح شدی؟ بابات مجروح شده. من تیپ به این درستی کجام مجروحه؟ ضمن این که برای تو چه اوفیری داره من کجام مجروح شده؟ تو گریت رو بکن. چی شد؟ تمام شد؟ دیگه نمیتونم.
دستمالو کردی تو چشت دیگه، اشکت هم در نیومد. آقا یه پیاز چیزی قاچ کنین شاید این اشکش در بیاد. نمیتونی، غلط کردی اومدی. بابا این تیکه رو خیلی مصنوعی اومدی ها. حالا یه تیکه هم برای این داستان حقوق بشر تو نظام که گندش دنیا رو گرفته بیا. سازمان حقوق بشر کجایید؟ دروغ میگید، دروغ میگید، 3 روغ میگید، 4 روغ میگید، تازه شنیدم جدیدن 5 روغ میگید. دروغ میگم، دروغ میگم. 3 روغ بابا بالاخره میگن یا میگید یا میگیم. بابا یکم از این حس بازیگری کم کن، محتوای سناریو رو بیننده ها بفهمن. لعنت به اون حقوق بشریتون. من رسما اعلام میکنم من خودم رو تبرا میتونم از این حقوق بشر. صدای کوینا کجاست؟ چرا تو این منطقه این کارو میکنن؟ هیچی هم ندارن جز این که برگردن فقط بگن ایران. ببینید 32 سال تحریم شدیم به خاطر حقوق بشر. ای خاک بر سر این سازمان ملل که فقط ما رو تحریم میکنه. راست میگه. ای خاک بر سر سازمان جهانی حمایت از حقوق حیوانات اهلی و وحشی و غیره. من همین تبری رو که این آقا گفت میجوم، میخورم، میجویم. این همه سال نظام جمهوری اسلامی خدمت کرد به سازمان حقوق بشر، بعد شما نظام رو تحریم کردید. اگه ما نبودیم اصلا مجامع حقوق بشری مگه بیکار نمی شدن؟ ای خاک بر سرت. خاک بر سر ولی فقیه. ای خاک بر سر. حالا احمد تو هم داره زیاد قصه نخور. آقای زرقامی کجاست؟ بیاد تا این بابا سکته نکرده بیاد حقوق بشر رو با ایدی و این چیزاشو زیاد کنه بهش بدیم بابا. اضافه حقوقش هم بهش بدیم. حالا یه لیوان از این محلول لوله باز کن بخور دلت باشه. من چند کلمه میگم احساس تو بگو. توپلی مقام عظما با چای چه مزه‌ای داره. رنگ چهره مقام عظما تو این روزا زرد سنت نه برزیلته. بسه بابا قطعش کن. وقت ره رو کرکر را انداختی تو این تلویزیون. جمعش کن، جمع برو ما دنبال کارت. ما نجف فیدو بچه خاک بر سرت.